سلام و وقت همه شما عزیزان بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و امیدوارم که کامنت این هفته مورد توجهتون قرار بگیره. بابک، قبل از اینکه اصلا وارد خبرها و کامنت ها و این حرفا بشیم، شما یه موضوعی رو برای ما روشن کن. بالاخره داستان این قرار مذاکره‌ای که آخوندا با طرف غربی و بعد ویتکاف و اینا گذاشته بودن چی شد؟ چون خود سخنگوی دولت پزشکیان چند بار هم گفت که آقا ما گفتیم، ما رفتیم، اما ویتکاف سر قرار نیومد. اینم یه نمونهش. صحبت کرد و اینکه ایران اعلام آمادگی کرد برای اینکه با حضور 3 کشور اروپایی و آژانس و آقای ویتکاف جلسه داشته باشه، ولی به هر حال از طرف اونها مورد پذیرش قرار نگرفت و یا اینکه در جلسات حضور پیدا نکردند. بله، سرتای داستان که همینه. اینا رفتن سر قرار، اون نفر امریکایی ویتکاف نیامده و اینا رو قال گذاشته. حالا من اینو صحبت‌های این سخنگو نمیگم و این فضول معرکه، به استناد این ویدیو میگم. حالا اینو ببینید شما، جالبه. این دو تا وزیر گردشگری، آقای عراقچی وزیر امور خارجه، وزیر گردشگری، آقای تخت روانچی، آقای هدایتی اون پشت من دیدم، آقای پروین، بعد آقای کلانی. مثلا این همه این شخصیت برای پرسپولیس زحمت کشیده، برای فوتبال کشورمون زحمت کشیده، بعد تو مراسم تقدیم اون کسی که فقط اون پشت ارنج می‌کرده که چه آهنگی رو بذاره، چه موقع دعوت کنه، واقعا باز منو کاشتی رفتی. یعنی مثلا کجای چرا اصلا؟ حالا من نمیگم آهنگ خوب رفته مراسم و ترانه باز منو کاشتی رفتی رو گذاشتن. بله. خب راست میگه، چرا اصلا؟ این ترانه خیلی هم مثل که با ارزش‌های نظام جور در نمیاد. خب بابا چرایش اینه که هوا پس بوده دیگه. این ترانه داره این مقوله رو میگه که اینا رفتن اونجا گفتن آقا دستم به دامنت بیا مذاکره بکنیم، اون طرف هم گفته میام و نیومده، اینا رو قال گذاشته. اینم ترانه رو بر اون اساس، یعنی باز کاشته و رفته. همون ترجیبند ترانه. حالا بابک، درسته که این عراقچی با شرکت توی این مراسم و این ترانه باز منو کاشتی رفتی اعتراف کرد به این که کاشتنشو رفتن، ولی بعد رفت توی مصاحبه دیگه یه چیز دیگه گفت. یعنی یه جورایی زیرا به سخنگوی دولت پزشکیان رو زد. یه نکته‌ای که در بین صحبت‌های خانم دکتر مهاجرانی در روزهای گذشته بود با این عنوان که با پیشنهاد مذاکره مستقیم به آمریکایی‌ها دادیم، با ویتکاف قرار گذاشتیم و او بود که سر قرار نیامد. حالا شاید ایشون درست تعبیر درستی رو به کار نبردن. این درخواست از طرف آمریکایی‌ها بود. من این رو خیلی صریح عرض می‌کنم. آقای ویتکاف بود که پیغام داد که به اصطلاح آمادگی داره که با ایران رو در رو مذاکره مستقیم بکنه. سخنگو رو میزنن که سخن بگه. این اومد هرچی حرف زده بود اونو عوض کرد. سخنگو توی رژیم کارش سخن گفتن نیست، چرت پرت گفتن و ماله کشیدن. اما این قضیه اینجوری بوده که این سخنگو اومده، سخنگوی زرشکیان اومده بند و آب داده، اینو که نف کرده یارو عراقچی رو، اینم باید قضیه رو جوری جمع کنه دیگه. خب دیوار کوتاه‌تر از این سخنگو پیدا نکرده. حالا این سخنگو نیومده موضع بگیره، تکذیب کنه، حرفو عوض کنه. نه، کار اصلا به موضوعگیری نشد. همین خبر شنید حالش به هم خورد، از وسط کنفرانس مطبوعاتی رفت بکنم آبقند خون. اینا خیلی اوضاع به قول اون رو آخونده میگه اوضاع خیلی خیت بود. یه چند لحظه لطفاً وقفه بدید، من یه چند لحظه کمی حالم میزون نیست. یه چند لحظه. بابک، حالا این عباس شاورمایی که دیگه نه شاورمایی براش باقی مونده، نه مذاکره‌ای، نه دیپلماسی، ته خط دیپلماسیش به کجا رسیده؟ الان چیکار میکنه؟ ته خط دیپلماسیش از ته خط آفساید گذشته، زده تو کار فوتبال. یعنی فوتبال بازی میکنه؟ نه بابا، زده به دنبال کردن نتایج فوتبال 40-50 سال پیش. نگاه کن. در مقابل آمریکا و گل بسیار زیبای حمید آقای استیلی. اینها بازی هایی هست که هیچ وقت از یاد ملت ایران نمیریم. یا اون حماسه ملبورن و بازی بسیار بسیار هیجان انگیز در مقابل استرالیا که منجر به راهیابی ایران به جام جهانی شد که فکر می‌کنم هیچ وقت فراموش نخواهد شد. یه چیزی مثل اون بازی 6 دقیقه است. ای بابا، رفته دنبال فوتبال و خاطرات
50 سال پیش و سال 52 چیه داستان؟ نه دنبال کدوم خاطره بره؟ خاطرات شاورمای سوریه بره، خاطرات برجام بره، خاطرات وسط مذاکره حمله شد بهشون بره. فقط این بدبخت همین خاطره بی خطر براش مونده از همون 50 سال پیش بگی دیگه. نه ولی کلا الان این دردش چیه؟ داستان چیه اینجوری گیج میزنن؟ دردش همینی که الان خودش میگه به زبان اشهدش. دردشو گوش کن. گزارش رو وزیر محترم اطلاعات امروز جلسه بودی میدادن، این که بخش عمده‌ای از فضای مجازی الان داره توسط ضد انقلاب خارج نشین داره هدایت میشه، با همین هدفی که عرض کردم که مردم رو به تشویش بندازن، التهاب ایجاد بکنن، دلها رو خالی بکنن. آقا از این پزشکیان خبری نیست، الان کجاست؟ خورده به ناترازی؟ آره خورده به ناترازی، بدجوری هم خورده به ناترازی. هر روز داره گریه زاری میکنه و اعتراف درمانی. الان سر $1 میلیارد چونه میزنیم، از کجا باید پیدا کنیم؟ ما خودمون رو تحریم کردیم، اونا رو نمیخواد. اونایی که نفت ندارن، گاز ندارن، نمیدونم سوخت ندارن و میخرن چجوری زندگی میکنن؟ ما داریم و گشنه ایم. کی اما قبول میکنه این حرفا رو؟ خودش هم میدونه که هیچ کس ازش قبول نمیکنه. احتمالاً دیگه الان خود خامنه ای هم ازش قبول نمیکنه، چون قرار بود، یعنی بهش گفته بود که تو باید روایت قوت کنی، باید نقاط مثبت و قوت رو بگی. الان کار به جای رسیده که صدای وزرای رئیسی هم در اومده. رهبر انقلاب در روز دیدار با اعضای هیئت دولت در شهریور ماه بر همین روایت قوت هم تاکید کردن، موضوعی که متاسفانه گاهی میبینیم در برخی از فرمایشات آقای رئیس جمهور همین روایت قوت خدشه‌دار میشه و روایت ضعف و درماندگی گاهی موقع ارسال میشه و دشمن ما هم همین رو در واقع میگیره به عنوان یک بهانه و میگه شما در تامین آب خودتون مشکل دارید، در تامین زیرساخت‌های خودتون مشکل دارید و امثال هم. بفرما. حالا شما به عنوان دشمن یه بهونه بگیر. همین گفت بهونه میگیره دشمن. اول نقطه قوت گفتی دیگه، روایت قدرت یا قوت. روایت قوت در رژیم آخوندها و نظام ولی فقیه یعنی گفتن دروغ و قدرت نمایی و اقتدار پوشالی و یعنی روایت خالی بندی، قلب حقیقت. یعنی اون روز رو گفتن شب، شب رو گفتن روز. حالا این دستگاه شارلاتانیسم با دستگاه شارلاتانیسم پزشکیان که اساس روایتش بر اعتراف درمانی و زاری و گریه است با هم جور در نمیاد. یعنی وفاق اینجا تبدیل شده یعنی جفتش روایت شارلاتانیه. جفتش روایت. اون میگه من از طریق گریه و زاری اعتراف درمانی، اینا میگن از طریق اقتدار نمایی. اینجاست که وفاق تبدیل به واق واق شده. روی گازان فریده برد صنعتی از سفازان نترازان روی گازان فریده برد صنعتی از سفازان فریده برد صنعتی از سفازان. این پزشکیان که گفتش که ما الان سر $1 میلیون چونه میزنیم نمیدونیم از کجا پیدا کنیم، منو یاد پولایی که خرج سوریه کردن انداخت. ببین این نمونه رو نگاه کن، میگه چه پولایی تو سوریه خرج کردن و بشار اسد ما به ازاش چه چیزایی به خامنه ای داده. اون موقع سوریه ها میگفتن که آقا بیاید سوریه رو بسازید. بله میگفتن بسازید با پول خودتون، ولی برای بازپرداختش من رفته بودم دنبال بازپرداخت پول و اتفاقا تنها پولی که تو خارج هزینه شد و سند داره اینه که بنده امثال بنده فشار آوردیم که مجلس سوریه اومد کردش قانون که این پول مال ایرانه و 2 تا دولت هم اینو پذیرفتن. ولی ببینید اینا در پاسخ قرارداد با ما بسته بودن چگونه پول پس بدن. ببینید چه بازیایی در می آوردن. گاوداری داده بودن به ایران، یه گاوداری به اصطلاح دولتی داده بودن به عنوان بخشی از گاوداری که اصلا گاوی توش بود، اصلا گاوداری بود، یه ویرانه بود. چاه نفت داده بودن برای ایران بهره برداری کنه به عنوان بخشی از پولش که برگرده. میره اونجا میبینی چاه نفت نیست، زمینه، میگه بکن برسی به نفت. تازه وسط معامله های بشار اسد اومده بود گفته بود تازه اگر به نفت رسیدید، هزینه کردید به نفت رسیدید، 12.5% پول بدید به بخشی از حالا سوریه من هزینه کنم، بقیه‌شو بردارید به عنوان قرضتون.
ببین من میخوام یک روایت چی گفتی؟ قوت. خامنه ای اصلا مابعضا گرفت، مابعضای اساسی. یک دونه گاوداری گرفت بدون گاو، زمین گرفت به عنوان زمینی که توش نفته. گفت ما گفت زمینو بکن تا برسی نفت، بکن تا برسی. معدن فسفات گرفت، گفت ما توش کدوم فسفاتی در نیومده. یعنی خامنه ای رفت تو سوریه که نیابتیاشو جمع جور کنه، کل سوریه و نیابتی‌ها رو همه رو به باد داد و برگشت. آره دیگه. بعدم که رفت دید زمین و آسمون بسته. بعدم که هواپیما می‌خواست بفرسته نمیدونم ماشین که این گاوا رو برداره از اون گاوداری بیاره، دید زمین و آسمون بسته. البته گاواشو که پوتین براش فرستاد 200 تاشو. آره گاوا رو پوتین فرستاد. چقدر بودن؟ چند نفر بودن؟ فکر کنم همین 200 چند رأس بودن؟ 200 رأس اینا بودن. اما ببین الان ببین حالا بعد از همه این داستانا کارشون به کجا رسیده که خامنه ای و امام جمعه هاش همش میرن اینور اونور افتتاح میکنن. حالا چی افتتاح میکنن؟ در افتتاح میکنن. بله ببین این تو اداره توزیع برق منجیل رفتن یه در جدید درست کردن 10 متر پایینتر. بعد امام جمعه خامنه ای اومده اونجا تو منجیل در جدید رو افتتاح کرده با سلام و صلوات. این پروژه بالغ بر 2 میلیارد ریال هزینه برداشت. تو هفته دفاع مقدس تصمیم گرفتیم که این پروژه به برابری برسه به دست حاج آقا خضر. ان شاءالله همتون عاقبت بخیر باشید به برکت صلوات و محمد و آل محمد. اللهم صل علی در افتتاح نکنن چی افتتاح کنن؟ اینا پل ساختن، جاده ساختن، پالایشگاه ساختن، سد ساختن، مثلا ابر پروژه میلیاردی دارن. بابا تازه کم افتتاح میکنن. در یه بار وارد میشه یه افتتاح، خارج میشه یه افتتاح. یه در زاپاس داره، در زاپاس داره باید بری. یعنی هر دری 2 تا افتتاح داره. تازه اینا کوتاه اومدن یه دونه افتتاح کردن. از این افتتاحیای نمایشی انجام میدن دیگه. از این نمایشا زیاد بازی میکنن. حالا نمایشه که گفتی، این یکی هم ببین این معاون وزیر بهداشت دولت پزشکیانه، ببین چه نمایشی برگزار کرده. شما دیگه سوال نکن. شما دیگه سوال نکن. شما دیگه سوال نکن. سوال نکن. نوبت بگیر صحبت کن. اجازه بده. نوبت بگیر. نوبتت نیست. نوبت بگیر سوال کن. چی بپیچونم؟ من تو رو میخوام بپیچونم؟ تو رو بپیچونم؟ نه بذارید من چیکار که چی بگو نمیور دیگه. خیلی دوست داری سایت جنجالی بشه؟ خب دیگه تو بسه دیگه تو حرف نزن. آقا برو سوال بعدی. بله. یه الف بچه بوده اینجا نشسته داره حرف مفت میزنه. این البته قرار بود نمایش باشه، یعنی به این بازجو پاسدار، چون همه اینا سابقه بازجویی پاسداری دارن، گفته بودن برو نیم ساعت به عنوان یه دکتر معاون وزارت بهداشت بشین یه کنفرانس مطبوعاتی بذار، خبرنگار از خودشون، خبرگزاری از خودشون، دوربین از خودشون، دوربینچی از خودشون، همه خدمه و حشمه از خودشون. رفته اونجا نیم ساعت نتونست از اصل خودش دور بمونه. اون روی سگ پاسداریش بالا اومد. به نظر من یک افتتاحیه برای در دهن این بذارن قبل از هر چیزی. البته میدونی که بعدش اومد به غلط کردم گویم افتاد دیگه. اون دیگه 100% نمایش بود. اون دیگه نمایش بود. خب بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای. و این همه جمله نه گفتیم. ببین این عکس از این سرتشتک نیروی انتظامی رژیم که این عکسش نکته داره. اول تو بگو نکته عکسو گرفتی؟ خب این عکس نکات زیادی داره ولی نکته اصلیش اینه که درجه هاشو همه رو یه جهت زده. ببین یعنی این یه آدم یه 2 تا درجه ببین داره. این سردوشیش بعد یکی این ور باشه یکی این ور باشه. این جفتشو یه وری زده. این چی شده؟ الان این 2 تا درجه داره. من میخوام تو درجه سمت چپشو بگی، من درجه سمت راستشو بگم. درجه سمت چپش چیه؟ سمت چپش سرتیپ، راستش تیپ سره چون عکس زده. بعد ما شنیده بودیم درجه های اینا کیلویی دیگه، نه اینجا کیلویی بزنن آبروی خودشون، تو آبرویی هم که نداره. تازه این ببین این رئیس سازمان نظام وظیفه فراجاست. یعنی میخواد آموزش بده. بینندگان عزیز به پایان برنامه این هفته کامنت رسیدیم. تا دیدار دیگه و برنامه دیگه